یک جوان به دختر عاشق می شود. یکدیگر را خیلی سخت دوست می دارند. خیلی سخت به یکدیگر عادت کرده بودند. ولی جوان خداترس و با تقوا بود. روزی به دختر گفت بیا به خاطر الله از هم جدا شویم، تا اینکه یگان کاری خطایی نکنی. دختر هم که خدا ترس بود راضی شد. به خاطر الله از یکدیگر جدا شدند. از بین سالها گذشت. روزی مادرش به جوان گفت پسرم، اکنون وقت آن رسیده است که تو را عائله دار کنیم. جوان هم گپ مادرش را رد نکرده راضی شد. مادرش به جوان گفت یک دختری را می شناسم که خیلی خداترس و با آداب است. بیا او را خواستگاری کنیم. جوان چیزی نگفته به گپ مادرش راضی شد. بیگاه به خواستگاری رفتند. وقتی جوان دختر را دید در جایش شخ شده ماند. بین دوستان چه رخ می دهد. جوان روبرویش دختری را دید که چند سال پیش عاشقش بود و دوستش می داشت. بین دوستان اکنون آنها با خواست الله باز یکجا شدند. دوستان عزیز، هیچگاه فراموش نکنید که به خاطر الله اگر کاری رو کردید هیچگاه او شما رو بی پاداش نمیماند.